درود بینندگان و شنوندگان عزیز یوتیوب کانال SCR نورعلی خورکشف هستم، شارح ورزشی. ما تصمیم گرفتیم که هر هفته یک مرتبه روز پنجشنبه در کانال خود از نویدهای فوتبالی تاجیکستان درباره شما معلومات رو پیشنهاد نماییم و شما اگر از نویدهای فوتبال ملی آگاهی پیدا کردنی باشید، آشنا شدن باشید با یوتیوب کانال SCR باشید. البته با استفاده از فرصت مناسب و در نخستین برنامه خود میخواهم شما رو به فرارسی نوروزی زیبا، بهاری دلربا صمیمانه تبریک و تهنیت نموده به شما بهترین خوبی ها و خوشی های زندگی را تمنا دارم. روزگارتان با فراغت باشد و البته با فرارسیدن فصل بهار و شروع شدن کشت و کار و تمام کارها و زنده شدن طبیعت، بینید که در ما هم موسم تازه فوتبال شروع می شود و امسال دسته های منتخب باشگاه های فوتبال تاجیک را در مسابقه های مختلفی بین المللی و داخلی و بین المللی اشتراک می نمایند که البته اشتراک آنها به ما یک کیفیتی به اندازه عطا خواهد کرد. نیمه دوم ماه مارس در شهر نامنگان جمهوری ازبکستان مسابقه بین المللی برای دریافت جام نوروز تشکیل می شود که در آن تیم ملی تاجیکستان، ازبکستان، اوگاندا و قرقیزستان شرکت می نمایند. پیشکی با بینندگان یوتیوب کانال این را باید بگوییم که دسته منتخب ملی تاجیکستان امسال ماه ایون در مرحله انتخابی قهرمانی جام آسیا شرکت میکند و رقیبان ما در این گروه منتخب های سنگاپور، میانمار و قرقیزستان می باشند. وابسته با مقصد آمادگی و برآمد با موفقیت در این مسابقه، تیم ملی تاجیکستان در مسابقه جام نوروز اشتراک می نماید که این یک مرحله آمادگی با مسابقه رسمی مرحله قهرمانی جام آسیا می باشد. ببینید که کارشناسان بر آن نظر هستند که در گروهی که منتخب ملی تاجیکستان با قرقیزستان، سنگاپور و میانمار بازی میکند، نوابسته از آنه که تیم ملی تاجیکستان در سبد دوم جایگیر است، اما وابسته به انتخاب بازیگران و برآمد بازیگران اکثر کارشناسان در این گروه تیم ملی تاجیکستان را پرقوت‌ترین تیم حساب میکنند. زیرا من هم گفتم میتوانم که در تاریخ فوتبال تاجیک هیچ وقت چنین دوره نبود که شماره بیشتری بازیگران تیم ملی تاجیکستان در باشگاه‌های فوتبال خارجی برآمد نمایند. ببینید که امروز بیشتر از 11-12 نفر بازیگران ما در کلوب‌های فوتبالی کشورهای خارجی برآمد میکنند. در ازبکستان علیشیر جلیلوف کاپیتان دسته، احسان پنجشنبه، در ایران در پرسپولیس ایران منوچهر سفرов و وحدت حنانوف که امروز بسیار مردم ایران و بازی خوبی وحدت یک توجه بسیار عجیب ظاهر کرده ایستادند و در بلاروسیا بچه‌های ما بازی میکنند. در بلغارستان پرویز عمرباєв بازی میکند، شهرام سمیев در بلاروسیا. یعنی این بیشتری بازیگران ما در باشگاه‌های خارجی بازی میکنند و سرمتخصصی و سرمربی تیم ملی تاجیکستان هم متخصص خرواتی پیوتر سیگر می باشد. او در
баромади худ бо боварӣ гуфт ки мо ҳатман ба ҷоми осиё ба марҳилаи ҷоми осиё вазифаи мо ҳаст ва мо роҳ меёбем ва мо низ боварӣ дорем ки тим роҳ меёбад. барои ҳамин мо ба омодагии тим ба баромади тим боварӣ комил дорем ва албатта дар сурати дуруст ба наздик шудан ба кор ва амалӣ намудани нақшаҳои омодагӣ мо тими миллии худро дар марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё хоҳем дид. ва бо ҳамин ният агар бори дигар такрор мекунем ки аз беҳтарин рӯйдодҳо аз навидҳои футболӣ аз рӯйдодҳои футболи дохили Тоҷикистон ва умуман ҷаҳон бохабар шудан бошед, линк занед ба сайти ба ютуб канали ССР сар занед ва барои худ маълумотҳои дақиқро пайдо кунед. муваффақ сарбаланд бошед.